بچه‌های امروز، جوانای امروز اشتباه 40 سال پیش رو نخواهند کرد. حواسشون جمع هست. تنها راهش این هستش که این حکومت رو از بین ببریم و جاش یه حکومت دلسوز مردم، یه حکومت که واقعا وقتی میگیم منافع ملی یعنی منافع ملت ایران رو در نظر داره، نه مصلحت نظام، نه مصلحت خودش. بنابراین گول این به اصطلاح اصلاح طلبای حکومتی که همچنان دنبال یک جوری نگه داشتن بقای نظام هستن نخوریم. من با شما هستم، مطمئن باشید، و هر راهزنی که لازم باشه در سطح جهانی دارم میکنم که منتهای کمک ممکن رو هر جوری هستش به شما مبارزین داده بشه. از ایرانیان میخواهم که صدای شاه پهلوی را، سخن شاه پهلوی را همچنان که گوش کردن دوباره گوش کنن. ایران پرستشگاه ماست. به این پرستشگاه سپنتا روی بیاورید. به گرد فرزند شاهنشاه آریامر میبینید رهاینده و رهایی ایران اوست. به گرد او بیایید. همیشه گفتم، بارها گفتم، تا ایران رها گردد، تا معبد ما به زبان او که گفته است، تا این معبد دوباره جان بگیرد و دوباره آوای خوش و نوای خوش و زندگی خوش در آنجا بلند گردد. زنده باد ایران، زنده باد شاهنشاه رضا شاه دوم.